درست از ایزاد بسیار مهربان است و بالای تو بسیار احسان کرده، اما کسی است که تو را رها نکرده، تو را بر حال خودت واگذار نکرده. تو فکر نکن که خوبی الله خیلی مهربان است، من هر چی کردم خیره. نه، متوجه باش که یک روزی به نام روز جزا هم وجود داره. روز جزا به معنای پاداش و عوض. یک روزی هست که تو حتما پاداش تک تک اعمالت را باید در مقابل از او استاد شوی و باید بیتی و در اونموت یک روزی اینمی ذات با اینمی مهربانی و عطوفت که داره مالکش است. کدام روز؟ او روزی که الله تبارک و تعالی در آیات دیگه قرآن کریم میگه که همه مخلوقات را وقتی هلاک میکنه باز پرسان میکنه لمن الملک اليوم، پادشاهی از آن کیست؟ هیچ موجودی در هستی زنده نیست تا جواب بده، تا که خودش میگه لله الواحد القهار، از آن اللهی که یگانه هست و بی نهایت قهار هم هست. تا اینجا در قلب انسانی پس دوباره همون ترس و لرزه‌ای که انسان را باید اصلاح بکنه بیدار میشه.